هیچ کس هیچ چیز را واقعا فراموش نمی کند. نه آدم هایی را که دوستشان داشت، نه لحظه هایی را که دلش در آنها شکست و نه واژه هایی را که در دلش ماند اما هرگز به زبان نیاورد. آدم ها فقط گاهی از به خاطر آوردن خسته می شوند. از مرور صحنه هایی که در ذهنشان مثل فیلمی تکراری پخش می شود. از زخم هایی که ظاهراً بسته شدند اما با هر یادآوری دوباره بی صدا سرباز می کنند. آدم گاهی به سکوت پناه می برد. لبخند می زند. تظاهر می کند که گذشته را پشت سر گذاشته، اما یک صدا، یک خیابان، یک عطر آشنا می تواند او را دوباره به همان نقطه درد بازگرداند. فراموشی گاهی فقط یک ادعاست. آدم‌ها به مرور یاد می‌گیرند بدون آنچه در دل دارند زندگی کنند. زیرا بعضی دردها نه از یاد می‌روند نه درمان می‌شوند. فقط آرام در گوشه‌ای از دل می‌نشینند و آدم با آنها زندگی کردن را تمرین می‌کند.